به سن و سال شما که بودم همراه پدرم داوود نبی به اینجا می آمدم. او بر این تخت سنگ می نشست و با صدای زیبایش آیات زبور رو تلاوت می کرد و همه کوه ها و پرندگان با او هم آواز می شدند. پرنده ها با شما هم صحبت می کنند؟ هدهد وقتی که از ملکه سبا آورد پیغام به سلیمان، مثل یه حکیم حرف زد. ما نمیدونیم تو عالم اونها چی میگذره، ولی تو منطق قرآن و روایات تمام موجودات شعور دارن، فهم دارن، میفهمن. حضرت سلیمان وقتی که به وادی مورچگان رسید، یه مورچه گفت ایها النمل ادخلوا مساکنکم، مورچه ها برید تو لونه هاتون. مبادا سلیمان و لشکریان شما رو لگد بکنن در حالی که نمیدونند. به هر حال حضرت سلیمان این مورچه رو گرفت، چون نطق حیوانات رو بلد بود. این مورچه رو گرفت. حضرت سلیمان به این مورچه گفتش که مگه تو نمیدونی که ما انبیا ظلم نمیکنیم، لگد نمیکنیم؟ چطور به مورچه ها گفتی برند تو لونه هاشون؟ ما حواسمون جمعه که از کجاها رد بشیم. اون مورچه گفتش که جناب سلیمان، من میدونم که شماها ظلم نمیکنید، منتها ترسم این بود که چون شما آشپزخونه‌تون همراهتون، آشپزخونه دربار همراهتونه، مورچه ها موجودات طماعی هستن، ولی حریصن، دائم دارن دونه جمع میکنن، موجودات حریصی هستن. ترسیدم که این به هر حال آثار غذا و اینها به مورچه ها برسه، بتونن بفهمن و اینا حریص‌تر بشن. از این جهت گفتم برن تو لونه هاشون. حضرت سلیمان خیلی خوشش اومد، فتبسم ضاحکا، یه لبخندی زد، به مورچه گفت من یه موعظه کن. حضرت سلیمان به مورچه گفت من یه موعظه کن. مورچه گفت جناب سلیمان، میدونی برای چی خدا باد رو در اختیار شما قرار داد که شما مسخر بر بادی؟ باد در اختیارش بود دیگه. حضرت سلیمان گفت برای چی؟ گفت برای که خدا میخواد بگه سلطنتت بر باده، خیلی نناز. پیش صاحب نظران ملک سلیمان باد است، بلکه آن از سلیمان که ز ملک آزاد است. حضرت سلیمان گریهش افتاد. گفت درست میگی، همه چی از بین میرن، فقط خدا میمونه.